جابجایی زنبورستان در منطقه هرمزگان. اینجا دشت هستیم. این دریچه پرواز به این صورت بسته میشه و جابجا میشه. ما این منطقه ذرت داشت، زنبور یک ماه تخم‌ریزی خوبی داشت، ولی الان تو کوهپایی ها درخت گل‌های تب، بادوم تخت، تنگس، گل‌های خرده گل دادن و وضعیتش بهتر از دشته. به خاطر همین زنبورا تو همین منطقه هرمزگان یه جابجایی 100 کیلومتری میکنیم. همینطور که میبینید زمین هنوز خیسه، بارندگی خیلی خوب شده. امسال ما امیدواریم که زنبورا بهتر از سالهای قبل پیشرفت کنن و زنبورداری خیلی بهتری نسبت به امید خدا سالهای قبل داشته باشیم، چون بارندگی تو گرمسیر خیلی عالی شده الحمدلله امسال.